كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وانگاه که جان به گلوگاه رسد و شما در آن لحظه نظاره گرید، اگر راست میگویید که حساب و کتابی نیست، برگردانید آن را. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. لحظه خارج شدن از دنیا لحظه یک که از دست هیچ کسی کاری بر نمیاد. در اون لحظه پزشکی که در بسیاری از بیماری ها زبان زد بود و متخصص فن خودش به شمار می رفت، هم وقتی در بستر بیماری می افته طبیبی نیست تا طبیب رو نجات بده. دیگه متخصصی به درد این متخصص نخواهد خورد. هیچ پادشاهی از دست ملک الموت نجات پیدا نمیکنه و تمام لشکر و سپاهش نمیتونن مانع ورود ملک الموت به بستر پادشاه بشن. اون لحظه است که برای همه خواهد رسید و اون لحظه آغاز سفر آخرت خواهد بود. در ادامه برنامه‌های سفر آخرت با شما هستیم، همچنان با بررسی ادامه این سفر و همراه کارشناس محترم برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری. جناب مولانا سلام عرض میکنم خدمت شما و صحبت ابتدایی شما رو با بینندگان عزیز میشنم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، همه کسانی که در این لحظه صدای ما را میشنوید و ما را و تصویر ما را میبینید، خدمت همه تک تک شما عزیزان عرض و ادب و سلام و احترام دارم و شما عزیزان را به برنامه سفر آخرت که سفر واقعا سخت و سفر پر از مصائب و مشکلات هست اگر انسان به فکر این سفر نشد، شما را در این برنامه و در این پروگرام سفر آخرت خوش آمدید میگم. الله سبحانه و تعالی این سفر برای همه ما به خیر و به خوبی بگذراند. خدمت شما و خدمت جناب استاد بزرگوار جناب استاد سلیمانی عزیز عرض و ادب و سلام دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولانا بعد از اینکه روح از بدن خارج میشه و برای انسان مسلمان آسانتر خواهد بود و برای انسان منافق و غیر مسلمان بسیار سخت خواهد بود. در کل وقتی که روح انسان از بدن خارج میشه چه معامله با روح میشه، به کجا میره و این سفر بعد از ایستگاه اول در مسیرش به کجا منتهی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های گذشته پیرامون موت و سوء خاتمه و حسن خاتمه اشارات شد و همچنین تلاش شیطان در لحظات نزع روح و قبض روح. موضوعات مختصرا اشاره کردیم. وقتی که روح از بدن خارج میشه، اگرچه آیات و احادیث در این باره اشاره میکنه و از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که ارتباط به روح سوال میشه، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بعضی از مفسرین میفرمایند که منظور از این روح همان ملکی که هست، همان مخلوقی از مخلوقهای پروردگار عالم. و بعضی از انسان‌ها، بعضی از مفسرین منظور از روح روح آدمیه که از بدن انسان خارج شد، به تمام جزئیات این قضیه و ما واضح نشده، روشن نشده که این روح کجا میره، چی میکنه و بالاخره چگونه هست، مگر که داده شده برای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و برای از زبان پیامبر صلی الله علیه وسلم که گفته شده برای ما، مگر علم اندکی و قلیلی بیش نیه. وقتی که روح از بدن خارج میشه، خارج شدن روح از بدن در اینجا 3 بحث یا 3 موضوع پیش می آید. مسئله روح که از بدن خارج شد، حالا جسد یک طرف میمانه، روح یک طرفه. مسئله جسد تعلق میگیره به ورثه، جریان غسل و تکفین و تدفین و خلاصه تشییع جنازه تا که او به قبرستان میرسونه، او به قبر میگذاره. این وظیفه تعلق به ورثه است. روح این شکلی که جسم ورثه میگیرن، کفن میکنن، برای انسان خوش اعمال، برای انسان که برای گفته شده بود که یا ایتها النفس الطیبه یا ایتها النفس المطمئنه، ملائکه هم حریر و پارچه از بهشت به دست دارن، طوری که جسم ورثه معطر میکنن، خوشبویی میکنن. ملائکه هم با او عطری که از بهشت آورده شده، او کفن معطر شده، او پارچه معطر شده، روح رو با این گرفته و بسیار با اعزاز و اکرام رو به طرف آسمان بلند میکنن. به روی انسان خوش اعمال دروازه های آسمان باز میشه و هر کدام ملائکه به استقبال قرار میگیرن و شروع میکنن به مرحبا مرحبا مرحبا. و اگر انسان بدبخت باشه و انسان شقی باشه و انسانی که اعمال خوبی نداشته باشه، که اشاره شد در برنامه‌ای گذشته که وقتی که روح از بدن انسان بدبخت خارج بشه، گفته میشه که ایتها النفس الخبیثه. ای را هم ملائکه میگیرن، ای را هم گرفته، ولی بو اعزاز بو اکرام نه، بسیار با شدت، با خشونت و بالاخره گرفته ای را هم میخوان طرف آسمان ها ببرن، ولی در روایات میاره که به رو از این دروازه ها باز نمیشه. و بر علاوه که مرحبا نمیگن و بر علاوه که از این تقدیر نمیکنن، استقبال نمیکنن، او ملائکه‌ای که ایر میبینن و از این صحنه انزجار و نفرت خور از او بیان میکنن. دروازه های آسمان که باز نشد، پس برمیگرده بالاخره با همون مکانی که روح خبیثه و ارواح خبیثه قرار داره، در همون جا انتقال میخوره. طوری که اشاره کردیم، جسم تعلق به ورثه و روح هم وقتی که خارج شد تعلق به ملائکه داره.
ولی وقتی که داخل قبر جسد قرار میگیره، نه به طور کل روح، جزئی از روح میایه در بدن و داخل قبر موضوعاتی که رخ میده نظر به عقیده اهل سنت و جماعت که آیات داریم که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه و یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. بین دنیا و بین آخرت و جریانی که رخ میده و عالم برزخه. خود عالم برزخ یک عالم غیبه، به عقل راه نداره که ما فکر بکنیم که این روح چگونه برمیگرده و جسم چگونه حالتی میگیره. و در این قضیه فقط نصوص آمده روح برمیگرده به جسم و در اونجی چون موضوع اصلی ما و شما هم پیرامون اینه که به داخل قبر چی واقعاتی رخ میده و وقتی که روح با جسم یک جا شد، ولی کل روح نه، کل روح. بزرگان مثال بیان میکنن ارتباط به این که چگونه حصه یا جزئی از روح به بدن برمیگرده. خب در گذشته شاید به این مثال اگر بیان میکردیم یا 100 سال پیش برقی نبوده باشه و بالاخره در این قضیه ببینیم شما استیشن برق، مرکز برق در یک جا قرار داره، از اونجا فقط یک لینی میایه در یک منطقه روشن میکنه، کل برق نیامده. قضیه روح را هم بعضی از بزرگا چنین بیان میکنن که روح طیبه در ملأ الاعلا به جایی که جوار پروردگار عالم راحته در اونجی، ولی به قبر جزئی از او برمیگرده که فقط او حس برای جسم پیدا شه و او اگر راحتی میایه جسمم راحت بشه و اگر عذابی به روح میایه چون جسم و روح با همدیگر اعمال صالحه انجام دادن و یا اعمال خبیثه انجام دادن. اگر راحتی به جسم میایه به روح میایه جسمم راحت بشه و اگر ناراحتی به روح میایه خب جسم هم جرم کرده، جنایت کرده، برای از این هم تاثیر بگذاره. این وضعیتیه که داخل قبر وقتی میت گذاشته شد نظر به عقیده بسیاری از اهل سنت و جماعت به اینه که عذاب و یا راحت به داخل قبر هم جسم و هم روح. جناب مولانا موضوعی که اشاره فرمودید بعد از اینکه روح برمیگرده به سمت قبر، حالا نه کلش یک جزئی که ارتباط داره و اون چیزی که در قبر اتفاق میفته بعد از اینکه جنازه در قبر گذاشته میشه، به هر حال این جسد و این جسم چه معامله‌ای با جسم میشه. در اشاره فرمودید که وارثین خب از این طرف تا حدود اول جنازه رو که خب اون چیزی که ما میبینیم مشهوده و مشاهده میکنیم شسته میشه، کفن میشه، دفن میشه و داخل قبر گذاشته میشه، لحد میشه و خاک ریخته میشه و تموم میشه. و شما اشاره فرمودید بعد از این جریان روح به سمت آسمان برده میشه و به هر حال روح طیبه و روح خبیث باز به هر حال معامله بدی با اون میشه. در خود قبر بعد از اینکه جنازه گذاشته میشه چه برخوردی با جنازه میشه و اون بخشی از روح که ارتباط پیدا میکنه با قبر چه معامله با این دو قسمت میشه در قبر؟ قبر واقعا بسیار مسئله مهمیه. از حضرت عثمان از این نورین رضی الله تعالی عنه روایته که حضرت عثمان وقتی که به قبرستان برابر می شدن و قبر می دیدن و در کنار قبر چنان گریه می کردن که ریش مبارک تر می شد. از اینا سوال می شد که ای امیر المومنین یا ای خلیفه مسلمان ها، ای کسی که شما از جمله عشره مبشره هستید، ای کسی که بالاخره شما از جمله اصحاب پیامبر هستید، وقتی که در جلسات شما وصف بهشت میشه، وقتی که از بهشت گفته میشه، از جهنم گفته میشه، شما قدر گریه نمی کنید، اینقدر متاثر نمیشوید که قبر میبینید این حالت به شما دست میده؟ چرا؟
حضرت عثمان ذوالنورین فرمودن که اگر انسان در بهشتم بره تک و تنها نیست و اگر نعوذ بالله به جهنم هم بره تک و تنها نیست، ولی این قبر اولین منزل از منازل آخرت. اگر در اینجی انسان موفق شد، موضوعاتی که پیش می آیه موفقانه پیش برد، خوشبختی میره تا صحرای محشر و میره تا به بهشت بالاخره. جریان قبر خیلی مسئله مهمیه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جمله دعاهایی که همیشه داشتن میگفتن اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه میجستن به خدای تبارک و تعالی از وضعیت داخل قبر. وقتی که شخص گذاشته میشه به داخل قبر، اولین موضوعاتی که پیش می آیه در آیات و در حدیث مسئله ملکی که به عنوان منکر و نکیر یا نکیر و منکر می آیند داخل قبر و سوال میکنن. سوال داخل قبر حق، هیچ کس انکار شده نمیتونه. چه سواله؟ داخل قبر سوالاتی میشه خیلی جالب جناب استاد سلیمانی صاحب که لطف پروردگار عالم در اینه که وقتی که هر مکتبی، هر مدرسه بخواه از شاگردان خود امتحان بگیره، سوال نمیده برای شاگرد، سوال نمیده که این سوال برو امشب بخوان فردا امتحانه. حالا یک مجموعی از مباحث و درس ها مباحث هست، از بین درس اینها بعد. درس که امتحان گرفت. ولی الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم، خداوند به وسیله حبیب خود سوالات برای ما گفته، سوالات برای ما گفته که داخل قبر از شما چی سوال میشه. خیلی زیاد هم نیه، 30 سوال، 40 سوال، 50 سوال هم نیه، فقط 3 سواله. و این سوال ها مثل سوال های اختبار یا امتحان دنیا نیه که فقط بخوایم حفظ بکنیم موفق بشیم. کاش که میتونی بود، نیه. داخل قبر وقتی که 2 ملک آمد 3 سوال میکنه. من ربک، ما دینک، من نبیک. 3 سوال. شاید بعضی از انسان ها بگن چقدر آسان، هر کلمه از این روزانه 100 مرتبه تکرار کنم به 3 روز کل از حفظ میشه. من ربک، ما دینک، من نبیک. یعنی چی؟ اینها خیلی آسانه. فقط گفته میشه کیست پروردگار تو، چیست دین تو، کیست نبی تو. اما اینجا باید که این بیننده عزیز به این قضیه متوجه باشه که تنها به حفظ این 3 سوال اکتفا نمیشه که فقط ما این 3 چیز رو حفظ کنیم، 3 سوال رو تمام جواب بده. تمام. این چی درس برای ما میده؟ وقتی که میگه من ربک، کیست پروردگار تو، این انسان چقدر معرفت به الله سبحانه و تعالی حاصل کرده، رب خود چگونه شناخته و رب ازی بالاخره چی خواسته. خب این 3 سوال یک مشرک هم حفظ میکنه. آیا همین کلمه من ربک رو به داخل قبر مشرک بگه از او قبول میشه؟ خیر. وقتی گفته باشه من ربک، کیست پروردگار تو، او آیا به پروردگاری که الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دارای چنین عقیده بوده؟
که خوشا به حال از انسان اگر چنین عقیده داشت فوراً میگه ربی الله. عقیده که الله سبحانه و تعالی حی قیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، بری از او مشکل نداره حفظ زمین و آسمان و عرش و فرش. الله که رحیم، رحمان، غفور، شکور، با این اسما، ولله الاسماء الحسنا، الله نامهای زیبایی داره. آیا قائل به این بوده؟ توکل به الله چگونه بوده؟ پس داخل قبر وقتی پرسان کرد من ربک کیست پروردگار تو، انسانی که دارای عقیده صاف و سالم و عقیده صحیح، عقیده قرآنی و سنت نبوی داشته باشه، فوراً میگه ربی الله، پروردگار من الله است. ولی اللهی که خالق عرش و فرشه، شخصی که معتقد به توحید الوهیت و توحید ربوبیت و توحید در اسماء و صفات باشه، فوراً میگه ربی الله، پروردگار من الله است. ما دینک، سوال دوم، دین تو چیه؟ اگر مسلمان باشه فوراً میگه که دینی الاسلام. اسلام از تو چی خواسته؟ اسلام خیلی کارها خواسته. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. انسان اگر مسلمان واقعی باشه، یعنی در مقابل الله تسلیم شده باشه، تسلیم، اسلام، مسلمان، اینها همه تسلیمه. وقتی انسان در مقابل یک شخص قرار میگیره دست بالا میکنه که یعنی تسلیم شدم، یعنی من هیچ اختیاری از خود ندارم، تسلیم بیم در مقابل فرمان الله سبحانه و تعالی که الله سبحانه و تعالی دستور داده و این شخص تسلیم شده. اینجا فوراً به زیبایی چی میگه؟ وقتی گفته شد ما دینو، که دین تو چیست؟ میگه دینی الاسلام، دین من اسلامه. اگر به اسلام عمل کرده بود خیلی خوب، اگر نکرده بود بعداً اشاره میشه. این صفات انسان مؤمن متقی پرهیزگاره که میگه ربی الله، دینی الاسلام. سوال سوم، ما دینک، من نبیک، نبی تو کیست؟ نبی تو کیست؟ انسان مؤمن، انسان مسلمان، انسانی که واقعا پیروی درست و صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم کرده، جا در جا میگه نبی محمد صلی الله علیه وسلم. و این سوال چی وقت به زبان جاری میشه که نبی محمد صلی الله علیه وسلم؟ زمانی که اطاعت از پیامبر صلی الله علیه وسلم درست و صحیح شده باشه، از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی آمده. رمز موفقیت انسان در دنیا و آخرت اینه که اطاعت از الله و رسول الله بشه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ایمان کامل نداره کسی که در موضوعی وقتی روبرو شد که خدا و پیامبر، فلا یؤمنون، ایمان نداره، ایمان کامل نداره، که پیامبر صلی الله علیه وسلم رو به عنوان داور قرار نده. مجرده که ما در زندگی ما، در خانواده ما، در تمام عرصه زندگی ما مشکلی پیش می آید، ما مراجعه کنیم به کجا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و رسول. مشکلات ما خدا و پیامبر در قرآن و در احادیث حل کردن و مراجعه کردن به اینها حل میشه. من نبیک، پیامبر تو کیست؟ نمیشه که انسان در دنیا حفظ بکنه بگه داخل قبر من جواب میدم محمد صلی الله علیه وسلم، محمد ابن عبدالله، عبدالله ابن عبدالمطلب، بالاخره ابن حاشم، فلان فلان ابن فلان، اینا را حفظ کرد. بعد بگه رسول الله صلی الله علیه وسلم از کدام قبیله بودن، از کدام قوم بودن، بیایه فقط خلاصی زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم حفظ کنه، دیگه اوامری که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام دادن
و از نواهی که بالاخره اشاره کردن به این مسائل وقتی که خلاصه به سنت رسول الله توجه نکنه این به زبانش نمیآید. یعنی میفرمایید که فقط کسانی میتونن پاسخ بدن که عامل باشن، عمل کردن، عبادت کردن، موحد بودن. کسی غیر از این باشه نمیتونه جواب در بده. حدیث وقتی که ادامه این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره میکنن که بعد ان یجیب الاجابه السدیده، وقتی که شخص یک جواب خوب داد، قد كنا نعلم انك تقول ذلك، این ملائکه میگن ما میدانستیم که تو این به این زیبایی جواب میدی، میگی ربی الله، دینی الاسلام، نبی محمد صلی الله علیه و سلم. بعدا برای انسان مؤمن و شایسته قبر فراخ میشه. در حدیث میاره که 70 در 70 قبر فراخ میشه. در روایتی میاره که مد بصری، چشم تا جایی که کار میکنه به اندازه دید چشم. از این آیات و این احادیث دانسته میشه که رسیم عالم برزخه که ما نمیدانیم کیفیتش برای ما مشخص نیست. 70 در 70 اگر این در عالم ظاهر ما ببینیم، خب این چقدر جار میگیره، چشم تا چند اندازه کار کنه. خب این همه در عالمیه که کیفیت از به الله سبحانه و تعالی معلومه. به اینجی بعد از اینکه قبر فراخ میشه، 70 در 70 نور داخل میشه، قبر روشن میشه، ثم یقال له نم، گفته میشه برای از اینکه بخواب. فیقولو، این شخص چی میگه وقتی که گفته شد برای از اینکه تو بخواب، نوم کنومت العروس گفته میشه، این شخص میگه ارجع الى اهلی فاخبرهم، من میرم که اهل خور واقف بکنم و خبر بدم تا اینکه اونا بفهمن که من درست و صحیح اینجا جواب دادم، اینجا قبر من روشن شد، 70 در 70 بزرگ شد، بالاخره تا جایی که چشم کار میکنه اینجا راحتی آمد، اجازه بدید. اجازه میگن نیه، برای فعلا نه. کنومت العروس، بخواب مثل که شب زفاف عروس میخوابه. شب زفاف وقتی تعبیر در اینجا به عروس شده، محدثین اشاره میکنن که شب زفاف عروس وقتی که بخوابه چنان خواب بیدار نمیشه تا نزدیکترین و عزیزترین از اون میای او را از خواب بیدار میکنه. آرامش داره، آرامش داره، با آرامش میخوابه. پس به اینجا به شخص به آرام میخوابه. و این صفت انسان مؤمن، متقی، پرهیزگار، انسان شایسته است که ادامه حدیث که از کافر و منافق چگونه سوال میشه، چون وقت برای ما فرصت نمیده، انشاءالله به برنامه بعدی خدمت عزیزان سوال نکیرین از انسان منافق و کافر بیان خواهد شد. الله سبحانه و تعالی زبان ما در داخل قبر با این سوالاتی که نکیرین میکنن به خوبی و به زیبایی باز بگردانه. الله ما را از جمله کسانی بگردانه که گفته میشه نوم کنومت العروس. موفق باشید. خیلی ممنونم جناب مولانا، تشکر میکنم از شما و همچنین از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما رو یاری کردین. انشاءالله در برنامه بعدی ادامه این مسیر، یعنی سفر آخرت رو با هم بررسی خواهیم کرد و همیشه عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدارشون.